به نام خداوند دادگر و توانا. سلام و درود خدمت همه شما شنوندگان عزیز. امیدوارم جور و صحتمند و سرحال بوده باشین. باز هم با یک داستان کوتاه اما نهایت آموزنده حضور شما عزیزان قرار گرفتم. روزی پادشاهی پرسید: وزیر عاقل کجاست؟ گفتند از وزارت دست برداشتند و به عبادت خداوند متعال مشغول شده است. پادشاه نزد وزیر رفت و از او پرسید: از من چه خطا دیده ای که شغلت را ترک کرده ای؟ گفت: از 5 سبب. اول اینکه تو نشسته می بودی و من به حضور تو استاده می ماندم. اکنون بندگی خداوند متعال را می کنم که مرا در وقت نماز حکم به نشستن می کند. دوم اینکه طعام می خوردی و من نگاه می کردم. اکنون رزاق پیدا کردم که او نمی خورد و مرا می خوراند. سوم این که تو خواب می کردی و من پاسبانی می کردم. اکنون پروردگارم چنان است که هرگز نمی خوابد و مرا پاسبانی می کند. چهارم این که می ترسیدم اگر تو بمیری مرا از دشمنان آسیب برسد. اکنون خداوند متعال چنان است که هرگز نخواهد مرد و مرا از دشمنان آسیبی نخواهد رسید. پنجم این که می ترسیدم اگر گناهی از من سرزند بخشش نکنی. اکنون پروردگارم چنان رحیم است که هر روز 100 گناه می کنم ولی او مرا می بخشد.